سلامی دوباره پارت قبل رسیدیم استانبول و گشتیم. حالا وقتشه بریم برای انگشت نگاهی و ادامه سفرمون. پس خیلی زود بیدار شدم برای روزی که مدت‌ها منتظرش بودم. رفتیم سمت سنتر و برخلاف انتظارم خیلی زود کارمون انجام شد. اینجا من خوشحال و ذوق‌زده رو می‌بینین که احساس سبکی داره چون یک مرحله دیگه هم گذرونده و همینطور در تصویر کیانای تو فکر و خیالات دارین که داره میره میدون تاکسی. اصلا مگه میشه بیای استانبول و نیای اینجا؟ مثل همیشه شلوغ بود، پر از مغازه و رنگ و صدا. نمیخواستم خرید کنم ولی خب وسوسه نشدن کار خیلی سختیه. بعدش رفتیم یکم سوغاتی بخریم و چی بهتر از باقلوا واقعا. اینجا هم برای جورابا با شعر اما پورنگ دوست من که دوست داره با دوستت دوست داشته رو خوندم و آخرین استارباکسمون رو خوردیم با ویو معروف خیابون استقلال. بعد از کلی پیاده روی رفتیم برای ناهار و وقتش بود بریم سمت هتل تا با چمدونامون بریم سمت فرودگاه. و بله با استانبول عزیزمون خداحافظی کردیم و پیش به سوی خونمون. مرسی که تا اینجا همراه هم بودین. خیلی زود میبینمتون.